الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. از الله بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند باز هم ایمانهای ما و شما را کامل تر گرداند، باز هم میلها و محبتامون به دینش زیادتر گرداند و از الله مهربان دعاگو هستیم که خداوند جمیع برادران و خواهرانی که از خاندانشون دور هستند، بیرون هستند، خداوند سفرهاتون مبارک و خیر و کاراتون در برار و برکت و از الله دعاگوییم که همه گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت، بیماری هامون شفای کامل و الله مهربان در این دیار و ملک ما و شما همیشه آسودگی، امن و آرامی و الله مهربان خیر و برکاتش را نازل فرماید. برنامه امروزمان برادران و خواهران عزیز در اطراف شرافت انسان. وقتی ما انسان میگوییم، آدم میگوییم، الله مهربان آدم را چگونه در قرآن بیان کرده است و همچنان در اشعار شاعرای ما و شما هم در اطراف آدم چی ها گفتند. ما انشاءالله از این برنامه چند دقیقه بعضی معلومات ها در اطراف این خدا خواهد پیدا میکنیم. اولا ناگفتن ماند که خدای مهربان فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. صدق الله العظیم. سوره مبارکه اسراء آیت 70. خداوند فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزند آدم را بسیار مکرم کردیم، مکرم گردانیدیم. یعنی در بین جمیع آن مخلوقاتی که من آفریدم که اینها برادران عزیز دیگر عدد ندارد، چی مقدار مخلوقهایی را که الله آفریده است، الله در بین همه این انسان را گفت علاهیده الله ذکر کرد که ما او را مکرم در بین همه مخلوق هامون آفریدیم. ببینین، یعنی با او عزت دادیم، به معنای که با او از همه بالاترین نعمت که عقل بود ما برای فرزند آدم این نعمت را دادیم. در دوام آیت الله مهربان و حملناهم فی البر والبحر، همین فرزند آدم یکی از آن احترامی که با او گذاشتم این است که اگر خواهد که سفری بحری داشته باشد، با آب سفر کند، برای او کشتی ساختیم. اگر خواهد که سفری خشکی بر بالای زمین داشته باشد، برای او اسب و شتر و دیگر سواره ها آفریدیم. و اگر آیتی که و یخلق ما لا تعلمون، و در آینده من برای شما سواره های می آفرم که الحال شما نمیدانین، که امروز این معجزه قرآن عیان شد که بسیاری مفسران میگویند مراد اگر فرزند آدم خواهش سفر آسمانی داشته باشد، برای اونها الله مهربان طیاره ها آفرید. یعنی ببینید که
نه در آب، نه در خشکی، نه در آسمان برای فرزند آدم یگان مشکلات پیش نمی آید، یگان سختی بر بالای فرزند آدم. یعنی در این سفر برای او بسیار راحت و بسیار خوبی های انتظار است. و رزقناهم من الطیبات، الله مهربان گفت برای فرزند آدم دیگر اکرامی که کردم، هر چیزی که در دنیا با لذت است، با صفت است، خوشخور است، همشا فقط برای فرزند آدم گردانیدم. یعنی فرزند آدم است که از اینها تناول میکند. چخیلی که در مصرع‌های شیخ سعدی میگذشت که بهائیم بروی اندر افتاده خار، بهائیم چارپا، بهائیم بروی اندر افتاده خار، تو همچون الیف بر قدم ها سوار. نگون کرده ایشان از بحری خور، تو آری به عزت خوریش پیشی سر. حیوان بین چه خیل میخرد میگه، سری خدا خم میکند، به پیشی طعام میبرد، به یک مشکلاتی تو باشی طعام بر پیشی سرت میاری و براحت او را استعمال میکنی. و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. الله مهربان میگه از همه آن چیزی که آفریدم در بینشان فضل و در بینشان اکرام و در بینشان عزت فقط برای فرزند آدم دادم. برادران عزیز، آیت های دیگر هم داریم. ما در سوره تغابن اگر آیت 4 نگاه کنیم، الله میگه و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر. ما کشیدیم صورت فرزند آدم را و کشیدیم صورت او را در بهترین صورت. دیگر آیت قرآنی که از سوره مبارکه تین میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما فرزند آدم در زیباترین صورت آفریدیم. از این آیت ها برادران عزیز بر آمد که خداوند به فرزند آدم بسیار عزت و بسیار اکرام کرده است. عزیزای خدا، از آن جمله جلال الدین رومی می گفت قیمت هر کالا می دانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. اگر شما ارزش و نرخی هر یک چیزی که در روی عالم هست شما می دانی، یعنی شما می دانی که حتی 1 کیلو گوشت در بازار قیمتش چند است، 1 قابچه آرد قیمتش در بازار چند است. وقتی شما قیمت اینها را دانین، ارزش اینها را دانین، ولی ارزش خود را ندانی، این نشانه ابلهی است. زیرا یعنی ارزش تو و قیمت تو از همه بالا میستد. نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. آدم میگه نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی. مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. تو ز چشم خود نهانی، تو کمال خود چی دانی. چو دور از صدف برون آ که تو بس گران بهایی. فرزند آدم نمیداند ولی ارزش خودشه. عزیزای خدا میگن تو بسیار ارزش بلند داری، خودت را مقصد در خاک نزن، خودت بی قدر نکن، خودت بی ارزش نکن، زیرا تو بسیار یک ارزش و بسیار نرخ گرانی را پیش الله مهربان داری. پس ما از این مصرع‌ها میفهمیم که یعنی فرزند آدم حقیقتاً یک عزت، یک احترام خاصی را دارد. الان که میاییم به سر مصرع‌هایی را که جناب شیخ سعدی در اطراف آدم، یعنی کیها را جناب شیخ سعدی آدم میشمارد، ما از مصرع‌های حضرت انشاءالله گوش میکنیم. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباسی زیباست
نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است، دهان و گوش و بینی، چی میان نقش دیوار میان آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ باشد که همان سخن بگوید با زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی، تو ز پایبند شهوت بدر آی تا ببینی طیران آدمیت. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی با روان آدمیت. رسد آدمی به جای که بجز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مکان آدمیت. به نصیحت آدمی شو، نه به خویشتن که سعدی، هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت. برادران عزیز و گرامی، الله مهربان راضی باشد و رحمت کند جناب شیخ سعدی را که چقدر برای ما و شما برادران زحمت کشیدند، مهنت کردند و برای ما و شما بسیار یک پند زیبایی را دادند که شما بینین مقصد انسان فقط از روی لباسش نه. اگر هر چنده که انسان میگن مقصد شما آدم از روی لباس بها نتین. انسان میگد از روی چشم داشتن، دهان داشتن، گوش داشتن بها نتین. یعنی با اینها نمیشود که ما یک نفری را انسان کامل گوییم، انسان درست گوییم، برای که او لباسهای زیبا دارد، لباسهای گرانبها دارد، یا او دارای چشم است، دارای شکل آدمی است. این نقطه نظری شیخ سعدی برادران عزیز. در دوامش میگفت که حتی بین میگفت اگر شما با نطقتان، یعنی با زبانتان، اگر شما خداتان برتری از دیگران دانین، حتی میگه به حقیقت آدمی باش، وگرنه مرغ باشد که همان سخن بگوید با زبان آدمیت. اگر با زبانت، با گویا بودن زبانت، یعنی با سخنوریت اگر گویی که من از همه برتر هستم، میگه نه، حتی مرغم میبینی که حتی حرفایی که انسان برای او تعلیم اتیاد مثل زبان آدم واری گپ میزنه. در دوامش میگفت میدانی که تو برای چی در اسیر، مقصد چرا اسیر دیو شدی؟ یعنی مادامی که تو دیگر همو نفس تا لجام زدن نتانستی، کنترل کردن نتانستی، پس همینه که تو وقتی یک مرغ در آسمان میبینی و پروازش تمنا میکنی ای کاش که من پریده توانم. حالا که میگه فرزندی آدم یعنی پیامبرمان جای رفت که حتی اوجا پرنده رفته نمیتونید. میگه شما مقصد نفس سرکوب کنین، لجام نفس در دستان بگیرین، شما هم از پرنده ده هم بالاتر پرواز میکنین. خلاص این مصرعهای شعری برای ما و شما برادران و خواهران عزیز انا بیانگر همین است که ما باید حقیقتا آدم باشیم. یعنی با سیرت هامون، با اخلاق هامون، با مثال بگیم معامله های خوب نیکمون، ما باید که مقصد همین عنوانی را که خدای مهربان برای ما داده است آدم گفته و همو عزت و همو قیمتی را که برای ما قائل شده است، ما ایرا برادرای عزیز باید که با مقصد ارزانی نفروشیم.
یا به ارزانی نسپاریم یا همین عنوان و همین مقام هم از خودمان برادر عزیز دور نکنیم. برای همین حتی علای مهربان ما در حدیث ها هم داریم، حدیث داریم از پیغمبرمون که میگفت که اللهم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی و حرم وجهی علی النار. پروردگارا میگفت پیغمبرمون چگونه ای که مرا زیبا آفریده، یعنی بسیار مرا زیبا آفریدی. قرآن میگه الذی خلقک فسواک فعدلک. در هر یک از آفرینش تو الله میگه من عدل کردم، یعنی به هر یک عضوهایی که برای ما و شما داده است اینش از اینش کلان و میده نیست، یعنی هر یک کدامش چقدر زیبایی در داخل اونها دیده می شود. برای همین دعا کرد که خداوند چگونه ای که مرا زیبا آفریدی همچنان زیبا کو اخلاق ما فاحسن خلقی و حرم وجهی علی النار. و خدایا دعا میکنم که مرا از آتش جهنم نگه بدار. این بود برادران و خواهران عزیز. انشاءالله من در اطراف یعنی انسان، آدم، چی مصرع‌های مثال ایجادیاتایی که عزیزای خدا دارد و چی مقدارش نزد من هست، من برای شما در دیگر برنامه ها میخوانم تا که شما فهمی که یعنی آدم از کدام جهت عزت دارد و احترام دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.